اینجا تجلیل از استاد گلنظر، تجلیل از سرود ملی، تجلیل از این شاهسری بزرگ کنیم. همزمان طوری که استادا گفتن این یک قدردانی ما از بزرگی این سرزمین و این مردم است که در قطار همه اون افتخارا و بزرگیاش باز مؤلف سرود ملی را پروریده است و همون روز دل شما، صدای زرافشان، صدای دل هر یکی شما به سرود ملی این ملت تبدیل شد و این خیلی افتخاری بزرگ است. و استاد یک شعری بسیار زیبا و ساده و زیبا دارن: این وطن هیکل ما خواهد بود. و بینید که نه تنها می وطن، هر یک کوه، هر یک برج تاجیکستان، هر یک فرد تاجیکستان امروز هیکلی گلنظر است، زیرا در وجود ما سرود ملی همچون یک دستور ارزشی و سیاسی کار میکند. بنابراین استاد در همون شعر یک مصرع، یک بیت بسیار ظریفی دارن که در نظر اول سعادت آباد میگن که امی برگی افشانی چنارانی بلند بی بها میدلی ما خواهد بود. یعنی اینقدر عنوان و میدل های زیاد داشتن و گفتن که بهترین میدل ما همین یک برگ چنار اگر همین جای سر سینمون افتد، همین میدل بهترین من از زندگی. خب حتی موضوع شرح سرود ملی من خواهش میکنم که در همین اینترنت ماه گذشته من نواری پوره شرح سرود ملی رو گذاشتم برای که وقت عزیزان اینجا کمتر گرفته شد او رو اینجا پورا نمیگه، اونجا میتونید بینید. ولی در باره جایگاه و مضمون سیاسی سرود ملی من نکته اولی که میگویم همین است که سرود ملی طوری که استاد حق‌نظر قید کرد در شرایط عادی سروده نشده است. در شرایط جنگ شهروندی، در شرایطی که کشور در آتش جنگ میسوخت، ملت پراکنده، هیچ کس امید به آینده نداشت. حتی سیاستمدارا پیش بینی میکردن، تحلیلگرا پیش بینی میکردن که انا تاجیکستان چنین میشه فردا از بین میرود. و خصوصا محیط ادبی خیلی پراکنده بود. نیمی شاعران گریزه، بعضیش در زندان، بعضیش در خانه ها پنهان. انا که بینید در همین محیط استاد گلنظر سرود ملی می نویسد که در اون هیچ آثار نه از جنگ است، نه از ناامیدی است، نه از یأس است، نه از اون پراکندگی. یعنی چقدر باوری به فردا داشته است، چقدر استوار بود از دیدگاهش به فردای نیکی این دولت و این ملت. یعنی این صفت اولی سرود ملی، زیرا اگر همین سطح نمی برداشت سرود ملی رو، ما امروز مجبور بودیم اون رو عوض کنیم. مثلا چون شاعر یک وجود احساسی است، مثلا اون زمان اینی کاس میکنه. این بینید استاد خلیل گفته بودن گویید به نوروز که امسال نیاید، بر کشور خونین کفنان در نکشاید. خود معلوم خون میچکد از گور شهیدان وطن وای. گلنظر بود اینم خیلی نوشت گویا اگر هم شاعر رو نگیریم، لیکن ایره فراموش کردم اون به بخت ما سری عزیزی تو بلند بود. بنابراین من نظرم این است همچون تحلیلگر که این سرود در سطح نوشته است که زمان، حادثه، واقعیت و جایگاه او رو تغییر نمی کند. این جا ما گلنظر رو برتر از یک شاعر به معنای لیریکی آن میبینیم که یک شاعری سیاست شناس و سیاست مداری با سواد. بنابراین من همین گپ رو اگر خلاصه کنم، من فکر میکنم که همین شاعران بزرگ ما، استاد قناعت، استاد لایق، استاد بازار صابر، استاد گلنظر و امروز هم شعرهای سیاسی استاد نظام قاسم و استاد عطا میرخواجه اینا رو بینیم، اینا برای چنین شعر نوشتن فقط دانش ادبی کافی نیست. یعنی از سیاست، از تاریخ، از هویت ملی، از ارزش‌های ملی، از مشکلات روند تاریخی که سری ملت آمد، چقدر باید آگاه بود که شعر سیاسی آنم خیلی سطحی بلندی ملی گیرد. بنابراین این یک خصوصیت سرود ملی. و من برای که نسل جوانتری که در
او قطاری بالا شدن. دو سه نکته رو در یاد گیرن. من همین دو سه نکته رو کوتاه میگم. بینه یکم وقتی که شما به سرود ملی این شاهکار استاد گلنظر مراجعه میکنید، شما دانید که سرود ملی این گفتگوی یک شهروند با وطن، گفتگوی یک فرزند با مادر است. وقتی شما دیاری ارجمند ما گفتم مراجعه میکرد، یعنی ای دیاری ارجمند ما، ای وطن عزیز ما، از همین لحظه گفتگوی شما با وطن سر میشد. بنابراین وقتی که سرود ملی شروع میشه ما راست میستیم. این راست ایستادن شما فقط به معنای همین سیاسیش نگیرید. ما راست میخزیم به احترام این وطن، و احترام این ارزش‌هایی که در این سرود آمده است. و در این لحظه خواندن سرود ملی گویا ما در روبروی وطن ایستاده با وطن مادر صحبت میکنیم، نیایش میکنیم و راز دل رو میگیم و شکرانه خود رو میکنیم. بنابراین سرود ملی هر بار هنگام خواندن باید از ذهن ما همچو یک چیزی زنده گذارد تا ارزش‌های ما را زنده نگاه دارد. خب دیگر چیزی که در سرود ملی همین جای بسیار بلند افتخارش استاد میگن که زیدوری زمانه ها رسیده ایم. ببینید این زیدوری زمانه ها رسیده ایم یک سطر است که تمام اون تاریخی بزرگ و گذشته پر افتخار ما رو در این سطر افاده میکنند. وقتی که ما میگیم به زیدوری زمانه ها رسیده ایم، از یک سو پر افتخار میشیم، از یک سو و نمو تمدن بزرگی که در گذشته داریم پیوست میشیم. این لحظه بسیار متنتن است و این همون فریاد مردم تاجیک به همه این کارگران، چی در منطقه، چی در جهان، چی در زمان است که ما یک ملت بی اصل و بی نسب و بی ریشه و نو پیدا نیستیم، بلکه زیدوری زمانه ها رسیده ایم. و دیدید که پیشوای ملت تاجداری ملت تاجیک، تاج امپیر کوشانی ها رو برده در دری سازمان ملل متحد نصب کردن که همه ایانایی که اونجا میرن بیند که این تاجیک، این دولتش، این تاجش زیدوری زمانه ها رسیده ایم. بنابراین یک سطری پر افتخار. دیگر جایی که جوانان باید بسیار به آن، بخصوص بچه ها که خدمت حربی میرن، بینید استاد میگه به زیر پرچمی تو صف کشیده ایم. به زیر پرچم صف کشیدن در علم سیاست، در علم حربی معین کردن موقع است. یعنی شما زیر کدام پرچم صف کشیدید، زیر کدام پرچم ایستادی، یعنی موقع سیاسی خود را بیان میکنید. بنابراین وقتی همین مصرع میاد که به زیر پرچمی تو صف کشیده ایم، شما که باید راست شده یک بار دیگه دستگاه راست کرده، همین باید احترام قسم خود را، سوگندی وفاداری خود را پیش وطن بیان میکنیم که دیار ارجمندی ما تاجیکستان عزیز به زیر پرچمی تو صف کشیدم، به زیر هیچ پرچمی دیگر نمیروم. این لحظه است که سوگند ما را به این وطن بار دیگر احیا میکند و هر بار وقت خواندن سرود ملی باید همین از دل ما گذرد که من پیش تو سوگند یاد میکنم. اگر در بین دو سرود ملی یکم کلویش شده باشه در ذهن ما و یکم گروه طرف گروه شده باشه، باز وقتی میاد به زیر پرچمی تو صف کشیدم دوباره راست بشه در خط وطنداری. و در نهایت این جای مهمی دیگر دارد، ولی آخرین نکته‌ای که از سرود ملی میخواستم در اینجا حتما گویم این است که در آخر سرود ملی استاد یک نقطه اوج و نظر من از نظر تحلیلی همون جایی که اوج سرود ملی است میگه که زیتو سعادتی ابد نصیب ماست. البته جای دیگرش هم گفتن در نوار میبینیم زیتو سعادتی ابد نصیب ماست، تو هستی و همه جهان حبیبی ماست. حبیب یعنی دوست. ببینید همین چرا برای ما مهم است؟ چون که امروز هر افتخار، هر دستاورد، هر خوشبختی، هر موفقیت داریم، هر سربلندی داریم از برکت دولت داشتن است.
بنابراین استاد هم این را خلاصه میکنه، میگه که تو هستی او همه جهان حبیبی ماست. یعنی تو دولت وطن عزیز تاجیکستان، تو هستی که ما را اعتراف میکنن، تو هستی که ما را آدم حساب میکنن، تو هستی که با ما شرطنامه میبندن، تو هستی که ما را شریک استراتژی میدونن، تو هستی که ما را ویزا میتیم با سازمان‌های بین الخلقی میریم، تو هستی که 160 کشور جهان با ما رابطه دیپلماتی دارد، ما را اعتراف میکنن. اگر تو نمی بودی ما هم یک ملت آواره، بی حقوق، سرگردان، پریشان، غریب نابود میشدیم در عرصه تاریخ. بنابراین همین بزرگترین سخن است که بار دیگر میگم در همینجا استاد گلنظر مثل یک سیاست مدار گپ میزنه که تو هستی. و من یک مثالی نو دیدم که دل همه ما را ریش میکند. همین مثال بینید، همین دیروز در فیسبوک نوشتن که دیروز یک هفته شد، همین یک جوانی بسیار مبارز افغانستان احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، 2 سال است که از امریکا خواهش دارد که به وی ویزا دهند تا رفته در امریکا صحبت کند و 2 سال است که امریکا با همین احمد مسعود ویزا نمیتید و اجازت نمیتید که اونجا رود. ببینید که همین ماه گذشته جوانی تاجیک محترم رستم امام علی رفته در سازمان ملل متحد با دبیر کلی سازمان ملل متحد ملاقات کرد. همچون شخص رسمی در سازمان ملل متحد 2 تا سخنرانی در منبر اساسی سازمان ملل متحد کردند. فرق همین چی است؟ اونم تاجیک، اینم تاجیک، اونم جوانی تاجیک، اینم جوانی تاجیک، اونم پسری قهرمان، اینم پسری قهرمان. ولی چرا با او ویزا نمیتید؟ این رفته پسری قهرمان ما سخنرانی کرد، چون که این دولت دارد. این فرقش. چون که این دولت دارد، او دولتش از دست رفت. اونجا بگیم که تو هستی و همه جهان حبیبی ماست. یعنی این همه عنوانهای ما، بزرگی های ما، افتخارهای ما، حقوقهای ما، همه این در سایه چی هست؟ همین دولت. بنابراین من میگم که سرود ملی از نظر یعنی وزن سیاسی یک اثر بسیار بزرگ سیاسی است. البته جنبه ادبی و شعری و هنری او را استادان، منقدان، متخصصان بها میتن. ما هم سیاست شناس واقعا مفتون اینم که در این سرود چقدر ارزش‌های بلند ملی و سیاسی و بین‌المللی و تحلیلی جا شده است. و بار دیگر میگم که برای همین خیل سرود در همین سطح و همین خیل ظرفیت نوشتن، خود مؤلف باید در همین سطح می بود و چنین هست. تشکر.